سلام، خیلی خوش اومدید ویدیو امروز. ویدیو امروز صرفا دیگه آموزش نیست، خب گیم پلیه، یعنی کلا گیم پلیه. خب یه دو تا مچ سه تا مچ اینو میزنم، حالا بستگی داره ببینیم چطور پیش میره که بعدش دیگه جمع کنیم ویدیو رو. یعنی مثلا دیگه نمیخوام آموزش بدم، اینو صرفا همون گیم پلی رو میذارم که تو چیزایی که قبلا گفتم و حالا باز یادآوری کنم، یعنی که میبینید دیگه. حالا زیاد مهمم نیست. بریم بتل اول. و این یه سری نکات رو فقط میشه داخل مثلا اون بتل ها گفت. یه سری چیزا هم که تجربیه دیگه، یهویی اصلا آدم خودشون نمیدونه. یه چیزا هم سوتیه. مثلا من خودم یه مچی همش میادم گرگ برمی داشتم که اصلا به درد من نمیخورد. من چی برمی داشتم، یه دونه دو تا گرگ اینو برداشتید یا دیگه فوق 3 تا بردارید که فیوژن بشه دیگه اوکیه دیگه، چون دیگه 4 تا گرگ به درد نمیخوره واقعا. چون مثلا شما 4 تا گرگ میگیرید و خب زور که ندارن، خب فقط درخت‌ها رو میزنن، نجارن دیگه. هیچ چی گرفتیم. ها راست این مودش اینجوریه که هر چی بگیری چیز میشه. همش به هم تبدیل میشه. خب که گذاشتم میگفتم گره که زور نداره، فقط درخت میکنه. به خاطر همون اگه شما دیگه 3 تا هم بگیرید با یه ضربه درخت رو میندازه. حالا دیگه چیزی نیست. یعنی پیرمون رو گرفتم چون این خرجونه نوچ پرشی کرد. خب بعد چیکن رو میگیریم. دوتامون چیکن یه ذره سریع شیم، یه ذره دوتامون زیاد چه بریم اینجا اینو بزنیم. اینو که ویچم موندن ها، این اسکلت ها نوک زدن اینو. خب آخ این ما رو میزنه اگه ببین برسه. ما بخاطر همون سریع با بریم یه جا که آشه کوین رو گرفتیم دیگه نمیتونه بزنه. الان دیگه دست بالا رو ما داریم. یارو ناکو فرار کرد. اگه ما الان چیکن ها بودیم ما پدرم رو در می‌آورد، چون چیکن که زور نداره، اونم که دور داره میزنه اصلا دیگه دست بالا کلا اونه. ولی الان آرچیکوین اینو اگه من بزنم حالیه، فرار میکنم، اینو میترسن. آرچیکوین قویه چون یا واسطه اونجا داشت نگاه میکنم. من میرم اینو بزنم، عقبم شدت عقبم دو تا دارم. چی بگیریم؟ قهوه رو میگیرم، هیچ به درد نمیخورد ولی خب مجبورم بگیرم دیگه. چیکار کنم؟ دوباره قهوه رو میگیرم. قابلیت بربر رو فکر کنم که همشون الیت میشن اینجوری کلاشون میبینیم. خب بریم ببینیم چیکار کنیم. ها رو بزنیم مثلا موضوع قمر در اغلبه. خب اینم از بربر دوباره میگیرم. بیدر نمیخواه برگشم. این بربر حالا زورش خوبه جونش هم خوبه. خب ها ببینید 5 نفر اول بشید اوکیه، این زیاد به خودتون فشار ندید. ها خوبه 3 تا فیوژن چیز گرفتم. کد هوگو میگیرم. مدیک هم خوبه وقتی زیاد میشن. مدیک وقتی زیاد میشن خیلی خوبه. میدونی چرا؟ چون مدیک یه جوری جون میده دیگه. عادی یه دونه دو تا اینا زیاد فایده نداره، ولی خب وقتی جون میده عالی میشه. هوگو دوباره میگیرم. مدیک هم خوب بود ولی خب این پریمو خوبه چون زورش زیاده، بچه جونش زیاده، زیاد چیز نمیشه. آخ این میبینین یارو مگا یونیت داره. اونا که مگا یونیت دارن یعنی شانسی ها. به من مثلا چند بار داد و دیگه خب تموم میشه دیگه شانس دادنش. یعنی که وقتی مگا یونیت دارید، یعنی مثلا التیگرو نمیدونم یه چی چیکن نمیدونم چی چیکن بود، دراگون چیکن بود اونم چیزه خوبه. خب من دوباره هوگو میگیرم. هیچی ندارم، هیچی نمیداد. چی میگم من خودم هوگو میگیرم. خب این کایجو رو اگه بزنی ببین خیلی خوبه، قشنگ عالمه چه میده. الان میمیره و این عوضی اونا کمان رو بخواه بزنیم بیبرون. خب ویچ الان میبینید چقدر اسکیلت تولید میکنه ویچ ها. اصلا هیچی نمیخوام دیگه، همین بسته. همین روند بدن عالی. نگاه اسکلت های ما رو، اسکلت های اونا رو. یکی مثل ما بهش فیش افتاده. تو اسکلت. خب برم نام بگیرم. چی میده؟ وای این خوبه، میدیکام زیادن. خب ببینید الان مدیکامو خیلی زیادن، هی به هم دیگه جون میدن. ضربه ای که میزنن قشنگ البته به هم دیگه جون نمیدن، فکر کنم به خودشون جون میدن. داینامایت هم زیادش خوبه
یه دونه دوتا اینا فایده نداره چون زورش کمه. حالا صرفا اسپلش زنیش حالا مهم نیست ولی خب چند تا که میشه عالی میشه. خب باز کن صندوق ببینیم. بیا ناکن دوم شدم همه رو کامل داد. خب یه موقع ممکنه شما پنجم بشید یا اولی کامل بده دومی بده سومی اپیک بده اصلا چیز نیست. بریم اینجا یه مچیگه بزنیم. احتمالا دو تا مچیگه بزنم حالا ببینیم. چون الان سر حالم و چیزم هست چی بهش میگن این لگ و اینا زیاد نداریم. اوکی خب لوت گل گوبلین راش من برو میگیرم. حالا چرا؟ چون که از دور میزنه. اینجا بیشتر دور زنا رو من جمع میکنم چون اینا رو بتونه از دور بزنه. خب اینو که نمیتونه بزنه خیلی دور. زورم نداره باش. خب کلتو میگیرم. حتی برم میگرفتم خوب بود. خب ببینم کلت میتونه بزنه. بزنینو بزنین نمیگیر به طور خدا بزنینش. رفت. خب برو دوباره میگیرم. بعد بو اگه کلتات کلتو میگیرم دیگه نشد دیگه. برو گرفتم الان فیوژن باشه. خب اینو بزنیم بمیر. خب کلتو میگیرم. یه دونه دیگه کلتو بگیریم اینم فیوژن میشه عالی میشه. شکل نداد. گوبلینو میگم که سکه مکه بده اینا حالیشه. خب بریم سراغ این رباته. بمیر اینا سکه ها رو صرفا الان جمع میکنم اینجوری بسه. حالا دیگه بقیه‌اش توفیقی نداره. خب اینجا میام کلتو برمیدارم فیوژن شه. فیوژن. خب اینم بزنیم. خب بربریان رو برمیدارم چون که برو از کافی دیگه برداشت ندارم. کلتم نمیخوام. اینجا کلتو ندارم. بابا چقدر کلتو بربر میدونی بابا. حالا ما یه چی گفتم خوبه گندش نمیاد. آه سیکام بگیریم. کابلینو میگیرم. اینا رو میگیریم. خوبه که وای نمیستن وایسا. خب بریم بعدی. کابلینو دوباره میگیرم. اینا رو خوب میشه زده. بسید آفرین درگیش. ناکن مثل شما مثل اینا نباشید علیکی درگیر نشید. درگیر میشه داستان درست میگه خود میمیدید. بیا ناکن واسط شد. این باید فرار میکرد فقط. توان فرار کردن. پنجم هم حواسم نیست اصلا. خب اوگو میگیرم. بالاخره کارت ریره بهتره. خب بریم اینم بگیریم. کلتو میگیرم. اوه چقدر سکی دارم. خب بریم اینجا. بربر فرار ببین اونو یکی افتاد دنبالش خودش فرار میکنه. خوبه این به نفع ماست. می ترفند نمیست مثلا شما یکی میفته دنبالتون شما هم برید یه جوری که یکی دیگه هم جلوتون باشه بعد فرار کنه بین اون دوتا تو من دیگه میشه. خب حالا اگه بیاد سراغت دهن اون سرویس داینامیتو میگیریم. ببین الان اوضاع خرابه. همین پنجم شام اوکی. اون چرا انقدر جم کم میده. خوبو میگیرم. فرار بریم. وای اینو بزنیم. این رو باید میزنم. امیر شیشم نشیم حالا زور دلا اسوادم قویه. ها نازم کنیم. این یارو اگه با ما درگیشه احتمالا ببازه. درگی نشد. باش درگی میشد اول میشد. گوگو میگیرم. سه تا خب یا خدا. ها دارم اینجا میکنم. کایجو رو میزنم. کایجون. خب بیا یه چه فایده نداره دیگه. همین سوم یا دیگه فوقش. اوه نه غلط کردم. چهارم چیه؟ نه اون سوم خوبه. تمام یه سومی قطعیه. خب اینم از این مچ.
به نظرم بسته ویدیو رو تمامش کنم دیگه زایی نشیم اون ویدیو بعدی. خب او فکر کنم هرچی میری بالاتر این یارو استریکمون بیشتر میشه چیزم بیشتر میشه. واه اپیک داد خوبه 5 تا بیچ. خب هرچی میریم بالاتر فکر کنم نیروی قوی تر یعنی آدمای قوی تر بهمون میندازه. هم بده هم خوبیش هم که لحاظ چیزی. خب یه دونه اینجا اپیکی گرفتم. من اینا زیاد استفاده نمی‌کنم. میدونم استفادهشو داره نه که بلد نباشم. خب ولی دلم نمیاد. نمیدونم. حالا من نگاه می‌کنم شاید بعدا مثلا یه چیزی مثل کلاسیکی نمیدونم یه چیزی اینجوری اومد و اونجا شد استفاده کرد جای حساس. اینجا که حساس نیست فعلا. خب دیگه این ویدیو هم به نظرم فعلا 2 تا گیم پلی اوکیه. حالا تو ویدیوهای بعدی طولانی‌تر میکنم زمانو. اگه شما حمایت کنید منم این ویدیو رو طولانی‌تر میذارم. خیلی ممنون تا اینجا تماشا کردید. فعلا خداحافظ.